مشغول هر کاری باشید و هر چه از قرآن بخوانید و هر عملی که شما مردمان انجام دهید بدانید که ما بر آن گواهیم. آن هم از لحظه‌ای که در آن وارد شده اید. به هیچ چیز نه در آسمان و نه در زمین از پروردگارت پنهان نمی‌ماند. به هیچ ذره‌ای چه کوچک و چه بزرگ وجود ندارد مگر آنکه مقدراتش در کتابی روشنگر آمده است. آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و یأس و اندوهی به خود راه نمیدهند. کسانی که به حقایق ایمان دارند و حرمت اوامر الهی را نگاه می‌دارند هم در زندگی دنیا و هم در زندگی جاودان بر آنها بشارت باد. قول و سخن خداوند تغییر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است.